به گفته منابع عراقی، همزمان با آغاز سال 2021 میلادی بخشی از بنای تاریخی طاق کسری فرو ریخته. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی رو برانگیخت. بیشتر کاربران نسبت به بی‌توجهی دولت عراق به نگهداری از این بنای تاریخی اعتراض کردند. بی‌توجهی به این بنای تاریخی در دوران صدام حسین باعث ویرانی بخش‌های دیگه‌ای از اون شده بود. بعد از اون هم در سالهای حمله نیروهای ائتلاف به عراق این بنا در معرض تهدید قرار گرفت. در یک دهه اخیر هم فعالیت داعش موجودیت این بنا رو به خطر انداخته بود. در سالهای اخیر مقامات ایران برای مرمت این بنای تاریخی اعلام آمادگی کردند. به اعتقاد باستانشناسان ایرانی، طاق کسری که هر بار بخشی از اون فرو میریزه به مرمت اضطراری نیاز داره. ایران گفته بود که برای مرمت این بنا هزینه‌های متخصصان ایرانی باید از سوی عراق تأمین بشه. عراق هم سال 98 از آمادگی خودش برای همکاری با ایران در مرمت این بنا خبر داد. با این حال در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده و هر بار بخشی از این بنا فرو میریزه. ایوان خسرو معروف به طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته ترین یادگار دوره ساسانی. این بنا در سال 550 میلادی در تیسفون یا مدائن ساخته شده بود، شهری که 6 قرن پایتخت ایران بود. ایوان خسرو از آجر و گچ ساخته شده و 30 متر بلندی داره. دیدارهای مهم و جشنهای سنتی مثل نوروز در دوره ساسانیان در این مکان برگزار می‌شد. محل فعلی این بنا در 37 کیلومتری جنوب شهر بغداد و در کرانه شرقی رودخانه دجله است. در صورت ادامه وضعیت فعلی و رها شدن این بنا، یکی از آثار تاریخی مربوط به ایران باستان نابود میشه.